5-6 سالی هست که از سیستم اجرایی کشور و آکادمی کشور دور بودم. 3-4 روزی وقت گذاشتم و سرچ کردم ببینم چالش‌های نظام برنامه‌ریزی شهرسازی و شهری کشور چیه و تقریبا تمام همایش‌هایی که برگزار شده بود و تمام پایان نامه‌هایی که ارشاد کار کرده بودن بچه‌ها و مقاله‌ای که بود مرور کردم، چون می‌خواستم ببینم که وقتی که میگیم یه تداخلی وجود داره یعنی یه چالشی وجود داره، این چالش‌ها چیا هستن. از نظر یه تحلیل محتوایی کردم ببینم که این چالش‌ها چیا هستن که الان جلسه تداخل را به عنوان محور قرار به اصطلاح انتخاب کرده. مفهومش اینه که جلسه فکر میکنه که تداخل از همه این چالش‌هایی که نظام برنامه‌ریزی شهری کشور دارد مهمتر هست، به همین دلیل هم دارد بهش میپردازد و مروری میکنه بر اونها. توی این پیگیری هایی که یعنی 2-3 روزی که وقت گذاشتم و خب چون بازنشستم هستم اشکال نداره، سرگرمی بود برام، از شاید که مرور کردم مسائل را، دیدم که معمولاً چالش هایی که در رابطه با مسائل برنامه‌ریزی شهری، حالا چه کلان، چه منطقه‌ای، چه راهبردی، چه جامع، چه تفصیلی، چه نمیدونم هادی، همه این حرفا هستش را میشه در 3-4 محور تقسیم بندی کرد بر اساس اون تحلیل محتوایی که انجام شده بود. ببینید مثلا رئیس انجمن جغرافیایی و برنامه‌ریزی شهری کشور میگه که چالش اصلی برنامه‌ریزی شهری عبارت است از چند مورد: ساختار متمرکز نظام سیاسی، فقدان توجه کافی به مدیریت محلی، بذارید من این یکم رو هم بذارم، فقدان نظام یک پارچه اسناد توسعه، فقدان طرح و برنامه‌های مصوب برای ساماندهی فضای سرزمینی و نبود نهاد قانونی و مسئول مدیریت سرزمین. شما تو اینجا اصلا رد پایی از تداخل و نهاد و اینا نمی‌بینید، داره یه مسائل فراتر از این حرفا داره صحبت میکنه. در یه همایش که کلان شهرها برگزار کردن و همایش خیلی خوبی هم بود در مشهد، یکی از اساتید دانشگاه اصفهان که اتفاقاً اون موقعی که من استاندار اصفهان بودم معاون برنامه‌ریزی من بود، عنوان میکنه که چالش‌های برنامه‌ریزی شهری عبارتند از بخشینگری، عدم توجه به مسائل اکولوژیک، را چون اصفهان است و زاینده رود مسائل اکولوژیک براش اهمیت داره، عدم توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای، فقدان فرهنگ برنامه‌ریزی و یک هشدار سنگینی میده و میگه که مواظب باشید که ما دنبال یک سندروم فرایندسازی در حوزه شهری برود پیدا نکنه. اینقدر به اندازه کافی فرایندها و نهادها و اینها رو درست کردیم، حالا نریم دنبال این. خب اینا هم یه نظری بود. یا یک پایان نامه‌ای هست در دانشگاه آزاد تبریز، پایان نامه دکترا هست. اون جنبندیش این هستش که اصلی ترین چالش برنامه‌ریزی شهری ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی شهری است. برای پایان نامه علمی است. ما پایان نامه دکترا را قبول داریم که یک فرایند علمی را طی می‌کنه، فرایند علمی حتما به نتیجه علمی میرسه. بله؟ بله. نه پایان نامه یک دکترایی که بوده. بنابراین فکر میکنم که شما هم به من به این جنبندی برسید که اگر بخوایم چالش‌های اصلی یا چالش اصلی نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و غیره را در نظر بگیریم، بحث تداخل ردیف 5-6، ردیف اول نیست. حداقل من خیلی اول که اومدم به مسئول جلسه گفتم که این خروجی جلسه اضطراریش کجاست؟ گفت چی تو؟ گفتم من میخوام یه صحبتی بکنم که پیش آخر دست مجبورشم زود درم. آقای دکتر زبردست که صحبت کردیم، نه اتفاقا ایشون هم همین حرفای ما رو دارید میزنید.
ایشون هم میگه اون چه که اشکال هست در نظام برنامه‌ریزی، در وزارت مسکن و شهرسازی، در متولیان امر هست. چون من شورای عالی آب رو بردم مجلس تصویب کردم، متهم شماره 1. شورای عرض شود که حمل و نقل درون شهری بردم مجلس کردم، تصویب کردم، متهم شماره 2. عرض شود که سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور رو بردم مجلس تصویب کردم، متهم شماره 3. بنابراین باید از این در فرار میکردم دیگه. ولی واقعا الان مشکلات اینها نیست، اصلا مشکلات اینها نیست. مشکل اینه که یه وزیری میاد وزیر مسکن میشه که فقط وظیفش عبارت است از مسکن مهر. این وزیر چون قبلا مدیر کل من بود، اومد پیش من گفت به من پیشنهاد معاونت عمرانی وزارت کشور رو دادن و وزارت مسکن را. شما پیشنهادت چیه؟ گفتم از تو برای وزارت مسکن وزیر راه و شهرسازی یا اینا نمیخوان، از تو فقط وزیر مسکن مهر میخواد. میگه میخوای یا الله، اونا رو به طرف شروع کرد. ببینید، یا یه وزیری میاد وزیر میشه که وزارت مسکن و شهرسازی را پله سیاسی برای آینده خودش تلقی میکنه. حالا ما تو بحثای ساختاری مشکل داریم، تو بحثای برنامه‌ریزی مشکل داریم، همینطوری که فرمودن تداخل‌هایی داریم از این حرفا، ولی بدونیم که چالش اصلیمون چیه. چالش اصلیمون به نظر من اصلا تداخل نهادها نیستن. اگر یک وزارت مسکن، آقای دکتر زبردست، یک وزارت مسکن مقتدری وجود داشته باشید، وزارت مسکن براش لنگ می‌اندازه. من 12 سال عضو شورای عالی شهرسازی معماری ایران بودم. شما که در جریان هستید که 12 سال. خب چی؟ ما هیچ موقع با وزارت مسکن درگیری نداشتیم. اتفاقا همیشه با وزارت مسکن هماهنگ بودیم در ظرف این 12 سال. یعنی میشود این کار رو کرد، میشود خیلی راحت مسائل حل کرد. ولی وقتی که وزیر به یک گونه ای انتخاب می شود، معاون وزیر به یک گونه ای انتخاب می شود، استاندار به یک گونه ای انتخاب می شود، آقای دکتر گفت معاون عمرانی استاندار میگه چون شورای شهر، آقای دکتر من وقتی که استاندار اصفهان بودم بعضی جلسات میرفتم در جلسه شورای شهر بدون اینکه بهشون اطلاع بدم، به عنوان مستمع میرفتم میشستم گوش میدادم. یعنی چی این حرفا؟ یعنی چی اصلا مسائل نداریم. من برداشت کلیم این هستش که عرض شود که حالا این دعواهایی که ما سر قضایای طرح کالبد ملی داشتیم، حالا کالبدم یا کالبدم، من آخرش معلوم نشد کدوم یک از این کلمات درسته، همطوری که آخرام نشد که مکران درست است یا مکران درست است یا مکران درست است. بله مکران، هم معلوم نشد کدوم درست است. حالا اشکال نداره. دعوایی که آقای دکتر گفتن واقعا 10 سال مملکت را متوقف کرد. تا قرار شد آقا طرح کالبد ملی را وزارت مسکن تهیه کنید که بنده جزء امضا کنندگانش هستم. طرح آمایش سرزمین را بیاد وزارت سازمان برنامه‌ریزی تهیه کنه. سازمان یه استدلال داشت، میگفت چون طرح آمایش عبارت است از سکونت، فضا و اقتصاد، اقتصادش دست منه، سکونت و فضاش دست شماست ولی اقتصادش دست منه، بنابراین من باید تهیه کنم. الانم ببینید دوستان، خیلی راحت براتون بگم، ما اولین طرح آمایش سرزمینی کشور مال 3 تیران است، مال دهه 50. الان سال چندی؟ چند سال گذشته است خانم دکتر؟ 50 سال از ما آمایش سرزمین نداریم. وقتی ما آمایش سرزمین نداریم یعنی چشم بسته کور داریم برنامه ریزی میکنیم، توسعه، پول خرج میکنیم، همین کارا. وقت میگم چرا مثلا آلودگی اینطور شده است، بهش میگیم چرا فرونشست اینطور شده، چرا میگیم مثلا منابع آب اینطور شده. همین الانش آقای دکتر زبردست این طرح آمایش سرزمینی کسی قبول نداره، که هیچ کی قبول نداره. اصلا سر این که کی مصوبش کنه دعواست. برنامه بودجه میگه نیاز به مصوب نداره، من که گفتم همین. بقیه دستگاه میگن نباید بیاد تو. ما بعد طرح آمایش سرزمینی برای اصفهان، حالا آقای دکتر احتمالاً در جریان است، تهیه کردیم، برشی شهرستانش تهیه کردیم، مبنای کار قرار دادیم. گفتیم که آینده اصفهان بر 3 اصل استوار است. 1. هیچ دودکشی دیگر برافراشته نخواهد شد. 2. هیچ موتوری
شروع به کار نخواهد کرد. یعنی چی؟ اولیش یعنی صنعت، دومیش یعنی کشاورزی. 3 اینجا شهر هنر است و فناوری. ولی خب البته بعد یکی ما به ما گفت نه آقا، هم دود کشار بالا میکنیم هم موتور رو برقرار میکنیم. کردن. حالا من جمع بندی کنم، بیشتر درد دل کردم تا اینکه صحبت کنم. من معتقد هستم که ما وضعیت برنامه‌ریزی شهریمون وضعیت نگران کننده است، حالش خوب نیست به قول بچه‌ها، و عمده قضیه را هم باید در خود وزارت مسکن و شهرسازی و مسئولین وزارت مسکن و شهرسازی دید و عمده قضیه را هم باید در اقتدار دید. من به عنوان کسی که 8 سال معاون آب وزارت نیرو بودم اعتقاد دارم که اگر امروز به من میگید مشکل آب کشور چیست، من میگم مشکل آب کشور نه کم آبی است، نه خشکسالی است، نه هیچی. مشکلی نیست که وزارت نیرو اقتدار ندارد اون جنبندی اجرا کنید. حالا وزارت مسکن هم همین وضعیت را داره، اونم اقتدار ندارید. وقتی یک کار علمی کرد، یک کار جنبندی کرد، بیاد اجرایش کنید. اگر که بخوایم واقعا الان، حالا ان شاءالله که در دوره آینده، حالا ببینیم هفته آینده چی میشه. سرکار خانم گفتن آقای قالیبافی چیزی گفتن، من گفتم اینا شعارهای قبل از چیزه، شما این شعارها رو رها کنید، بذارید برای شعارهای بعد از انتخاب شدن رو مبنا قرار بدید. شعارهای قبل از انتخاب شدن که همه خیلی حرفا بزنن. ولی اگر بخوایم قبول کنیم که وضعیت برنامه‌ریزی، ببینید ما مجموعه از مهندسین مشاور داریم. من 12 سال با اینا کار کردم، چند تاشون هم تو این جلسه هست. واقعا مهندسین مشاوری که اصلا به غیرت کاری دارند، غیرت شهرسازی دارند. متوجه هستی؟ خب این یک سرمایه عظیمی است. حالا نمیدونم چقدرشون، آقای مشت، چقدرشون تا حالا ورشکسته شدن رفتن کنار با این شرایط؟ بله؟ 2/3 رفتن کنار، مثل شرکت‌های پیمانکاری ما تو بخش آب که اونها هم 80% ورشکسته شدن رفتن کنار، چون خب طرح‌ها همه به نهاد خاص داده شد. الان من به جنبندی که بخوام بکنم ارزم را و خیلی هم پراکنده صحبت کردم این هستش که به اعتقاد من ما تداخل نهادی اولویت سوم چهارممون است در مسائل برنامه‌ریزی شهری. اون چیزی که در برنامه‌ریزی شهری هست، یک اول اقتدار وزارت مسکن راه شهرسازی هستش، دوم عبارت است از اصلاح این نظام بر اساس شرایط موجود، بر اساس وضعیت موجود و مقتضیات موجود، و سوم اینکه این طرح‌هایی که تهیه میشه به دست کسانی داده بشه که بتونن اینها رو اجرایی کنن و به منصه ظهور برسونن. تشکر میکنم.